السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این درسی که الان پیشکش میکنم درس لغت عربی هست. این دو دوست، یکی مصطفی دیگر عبدالله، با همراهی یکدیگر سخن میکنن و یکدیگر رو ترغیب به سوی نماز میکنن. یکی از اینها بسیار در نماز سستی میکنن، یعنی که انسان باید چی طور صحبت کند به لغت عربی، مثلا یک نفر بخواهد که دعوت کند به سوی نماز. مصطفی میگوید که السلام علیکم و رحمت الله. مصطفی میگه که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و از حالی برادرش میخواد که پرسد که مثلا او نمازها را اشتراک میکند یا اینکه نمیکند. همه رو میخواد که چی از حالش به خبر باشد. یکی میگه که وقتی که سلام داد بعد او گفت که پرسید ده مصطفی عبدالله را پرسید، گفت که وقتی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت، عبدالله گفت که علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مصطفی گفت لماذا تصلي الفجر في البيت؟ گفت چرا تو نماز رو میخونی در خانه؟ بیت خانه میشود. عبدالله گفت که لا اسمع الاذان، نمیشنوم اذان رو. این فعل ها علیه ما گذشتگی هستیم در درس های گذشته. مصطفی گفت که هل تستيقظ متأخرا؟ آیا تو میخیزی از خوابت دیر میخیزی تو، یعنی که پس میمونی؟ عبدالله در جواب گفت که نعم، گفت بله، گفت من دیر میکنم، بعد از صلات الفجر، بعد نمازی بامداد میخیزم. یعنی که مصطفی در دوام گفت که استيقظ مبکرا. استيقظ اونجا چی در درس گذشته بود که بیدار شو، بلند شو از خوابت. یعنی که مبکرا گفته بر وقت، یعنی که پگاه بلند شو از جای خوابت. عبدالله در جواب گفت که سین مصطفی لا استطيع، نمیتونم که بر وقت بخیزم. لا استطيع اونه که توانایی ندارم، نمیتونم. اعمل فی اللیل، عمل میکنم در شب، کار دارم در شب، به هم خاطر در بامداد بلند شده نمیتونم. مصطفی گفت که ضع المنبه بجانبک. ضع به معنی بگذار. المنبه در روی درس گذشته بودیم که منبه به معنی بگیم که آگاهی کننده یا اینکه بدونیکش میگن. بجانبک در یک طرفت بگذار تا اینکه برای نماز را بلند کند. عبدالله گفت که در جواب که هذه فکرة طیبه، این بسیار فکری خوب. فکر طیبه بسیار خوب ده. اینه که جزاک الله خیرا، یعنی که برای این راهنمایی من تو شکرگزاری میکنم. جزاک الله خیرا، الله تعالی جزای خیر بدهد. در همین حالت صحبت آنها ناگهان از اون عصر گفته شده بود است. از گپی از روشی گپشون میفهمیم. گفت هذا اذان عصر، این اذان عصر است. گفت در این حالت که هست مصطفی گفت که هيا این بنا الى المسجد، اگر بیا بریم، هيا گفته بنا رویم، یعنی که فریاد میکنه به سوی با همراهی ما بریم به سوی مسجد. در این حالت با عبدالله گفت که انا اصلي فی البیت، من در خانه نماز میگذارم. انا اصلي، من میگذارم نماز رو، فی البیت، در خانه. در این حالت مصطفی با امرش کرد، گفت که صلی فی المسجد، بگذار در مسجد نماز بخوان. گفت عبدالله گفت که المسجد بعید، مسجد خیلی دور است. گفت بعید گفت دور می شود. این حالت مصطفی گفت که المسجد قریب، گفت مسجد دور نه، بلکه المسجد قریب، مسجد قریب هست، مسجد قدر دوری نیست. هل انت مريض؟ مصطفی گفت است که هل انت مريض، آیا تو کسل هستی، بیمار هستی؟ عبدالله گفت که لا انا بخیر، نه گفت من کسل نیستم، بیمار نیستم، انا بخیر، من خوب هستم الحمدلله. مصطفی گفت که انت کسلان، تو چی هستی؟ تنبل هستی، یعنی که تو کسل نباشی، مریض نباشی، هیچ نباشی، تو تنبل هستی. علامت های تنبلی است که نمیره مسجد قدیما. مصطفی گفت در جوابش گفت که عبدالله هذا صحیح آسف، این گفت راست است، گفت بخشش، نگه بیت راست است. یعنی که در دوامش گفت عبدالله نه که وقتی که عبدالله در آن گفت انا ذاهب الى المسجد، من میرم به سوی مسجد. نه که مصطفی گفته است وقتی که تو نروی انا ذاهب الى المسجد، من میرم به سوی مسجد اگر تو کسلان باشی.
در این حالت عبدالله گفت انتظر، منتظر باش کمی. انا ذاهب معک، منم چی هستم؟ میرم با همراهی تو. یعنی که این یک حواری برای عربی بود، اما در اینجا چندین عبرت است که وقتی که دوست اگر انسانی با تقوا با ایمان باشد، هر آینه دوست دیگرش رو به سوی مسجد میکشد و اون هر آینه میبرد و به کار خیر اون شامل میکنه. اما وقتی که دوست کسلان و تنبل باشه و دوست از بگیم که مجالس علم، از مکانهای عبادت ذکر وقتی که دور باشد، هر آینه به دوست دیگرش تأثیر کرده اون چی میکنه؟ دور میسازد. والله اعلم.